این یکی از گرانترین هتل‌های دنیاست، هتل مارینا بی سند در سنگاپور. برای ساخت این سازه عظیم که شبیه یک کشتی معلق در هواست، هزینه ساخت و ساز به حدود 7 میلیارد دلار آمریکا رسید و آن را به یکی از شگفتی‌های تاریخ معماری تبدیل کرد. این هتل از 3 برج به هم متصل تشکیل شده که هر کدام 57 طبقه دارند و یک اسکای پارک روی پشت بام در بالای این 3 برج کشیده شده است. هر برج 201 متر ارتفاع دارد و اسکای پارک در ارتفاع تقریبی 191 متری از سطح زمین قرار گرفته است. این پارک هوایی 340 متر طول و 150 متر عرض دارد. شاید دقیقاً شبیه یک کشتی غول‌آسا در هوا نباشد، اما بدون شک بسیار چشمگیر است. هتل مارینا بی سند دارای 2561 اتاق و سویت در 3 برج خود است. یکی از ویژگی‌های بی‌نظیر آن بزرگترین استخر بی‌نهایت روباز دنیاست که حدود 146 متر طول دارد. تقریباً به اندازه 3 استخر المپیکی، اما نه کاملاً 3 برابر آن. ایستادن در این استخر با نمای افق شهر در زیر پا حس شگفت‌انگیزی دارد. گویی در میان ابرها شنا می‌کنی. تجربه‌ای هیجان‌انگیز و نفسگیری که واقعاً این هتل را به یک معجزه معماری و یکی از نمادین‌ترین هتل‌های جهان تبدیل کرده است.